باز در اجاره میتن، آنایی که اونا را اجاره میگیرن اون را زیناخونه میسازن. این خبر آمده. آیا اینایی که همینطور میکنن مگر اینا کافرن؟ مگر جهودن؟ مگر سیگنن؟ اونا مسلمانن کو؟ در همینجا یک زنی را مثلا ببین، یک دختر از 8م استاج خودش به زمین پرتافته است، با طعنه ای که گفتنش که تو شوهر کردی یا که تو شوهر نکرده، بیکریت، پرده بیکریت دور شد دیگه ترایش کس نمیگیره. این است. با چند کسی خودکشی کرده و خودش را باز دبند کشیده و ها کذا. اکنون این معنا را یک بار گفته بودم، یک بار باز تکرارن برای جوانان عامتا تکرار بکنم. خداوند جل جلاله همه نسل انسان را خلق بکند، الله حکومت دارد، مخصوص حکومت دارد، مخصوص نشانه دارد که مردم میدانند که این حکومت خداوند است. مثلا دختران و زنان دختر را خلق بکند خداوند و اونا را در میان دو پای آنها یک پیچت بلند که او پرده دختری خدا خلق میکند. شما ایره گوش کنید. خداوند پرده دختری که مثل بلنبه است پیچتی خدا خلق میکند، امر میکند خداوند این پیچتی مرا همو کسی را که تو نکاح میکنی تن نفس تا او میبخشی، این پیچت همو میشکایه. میفهمی تاجیکی را یا نفهمی ازبکشا قلب چند ترسن؟ ایره باید که کسی ایمان داره کافر نباشه، مسلمانی به قرآن باشه، او باید که در زنش بگه، در دختراش بگه، در خواهراش بگه که هشار باش. آن مهر پیچتی که بکارت دختری تره، همون بچه که بسم الله الرحمن الرحیم میگه دومنی تره میقپه، همون باید که این پیچته ہوی کنه. ایره شما ملت مسلمان تنها علامه بیان میکنه و خلاص دیگه هر پکر دیمنه ملا ایره نمیفهمه. بفهمه این معنا را. برای من الله میفرماد قو انفسکم و اهلکم نارا، خطا شرمندگی نگه بدار، دخترت از بی‌آبروگی نگه بدار، بچت از خولیگانی نگه بدار که در جامعه و ملت فساد نکنی، خود را به آبرو نه خود به دوزخ ببری نه او دخترت و بچت. همیتا نیست مردم با ما از که دعوا کنیم مکن. این کلمه را صراحتا باید ما در خانه هامو نصیحت داشته باشیم، نه اینکه او را مثل یک بزواره در کوچه هوی کنی دخترت. او امانت است، خیانت نکرده او را باید تشوبتی، حمایش بکن. الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض. الله تبارک و تعالی در سوره نساء میفرماید من تو را مرد کردم مثل ایغری اسپینر در آیله. مثل ایغر دیدی؟ یک ایغر اگر در یک گله اسب باشه، یک ایغری دیگر اگر از گله دیگر به اینجا بیایه، والله او را بدنش کنده کنده میخوره، او را از اونجا دور میکنه. میفهمی گپا؟ او را نمیماند در اینجا. لا تنها تو مسلمانی چینی همون اسب ایغر ایمانی تو در کجاست که دختری تو در کوچه میرود در باغ و در دیگر جا حرومی میسازه تو خبر نداری.
به نصیحت و به تعلیمی به تعلم. یا بچه تو میره خولیگانی میکنه، نمیدانی رسول الله گفتن اعفوا عن نساء ناس تعفو نساؤکم، شما از زنان مردم خودتون پاکی بجویده، دخترها و زنایت سلامت مانند.